پیسه نداشتم که پیش دکتر ببرمش. دموزیت طفل دوا قلم جان داد. دخترک بود خاله جان؟ دم روز آخر که بردمش مردش پس آوردم. اول بنا نتانستم که ببرمش، پیسه نبود. بعد از وقتی که پیسه قرض کردن آوردن، پس از مردش از طفل آوردم. 4 سال به خدا که من نان پوپنه که دیگه قاقه خوردم. تو دیگه تو دگریان شدم. گفتم خود دیگه هر کس که کمک کنه ثوابش میشه کتم. بله، فامیلای این چنینی را فراموش نکنین. سفره هر کسی رنگین نیست. خیر میشه که چند نوع غذا را از سفره خود کم کنیم تا مادر بزرگوار و امثالش نانهای پوپینکی نخورن. میتونین خانواده را کمک دستگیری کنین، خالی از اجر و پاداش نخواهد بود. همیشه برشان دعا گویشان هستم، دعا میکنم. در 5 وقت نماز بشینم دعا میکنم، به سر سرخان بشینم دعا میکنم. هر مسلمانی که کمک کنه دعا گوش هستم، برش دعا میکنم. خداوند جنت